دوستان تست دستگاه دیپ مستر ایکس 7 رو داره با شرکت ایکس. باز دستگاه رو آوردیم با لوپ 50 سانتی میخوایم دستگاه رو امتحان بکنیم. فلز علنگو طلا رو کف خونه اول که عمق 1 متر باشه ببرین تا ببینیم دستگاه واکنشی نشون میده یا نه. هیچ واکنشی نداره. باز یه بار دیگه ببرین، بردارین، ببرین. خب یه مقدار بالاتر بیاریم ببینیم که علنگو طلا رو توی چه عمقی دستگاه میتونه مشخص بکنه. عمق تقریبا 70 سانت، 65 سانت الی 70 سانت. یه فلز علنگو طلا رو دستگاه میتونه واکنش داشته باشه. یه بار دیگه ببرید. اوکی، برداریم. یک بار دیگه من این تقریبات دستگاه نشون بدم. حساسیت گزینه سنس حد اکثر شماره 9 هست، ما شماره 8 گذاشتیم. ابعاد فلز 20 در 20 و سقف خونه دوم یعنی عمق 1.5 متر ببرین تا ببینیم دستگاه چه جور واکنشی روی این ابعاد داره. فلز هم زحمت نشون بدین. اوکی. سقف خونه دوم یعنی عمق 1 متر. واکنش نسبتا ضعیف رو داره ولی میزنه. ابعاد فلز 20 در 20 و سقف خونه دوم. یه بار دیگه ببرید. اوکی، برداریم. فلز بزرگتر کنیم. ابعاد فلز 30 در 30 کف خونه همون دوم ببینیم دستگاه میتونه این ابعاد فلز رو بزنه یا نه. باز واکنش ضعیف هست. یه مقدار بالاتر بیارین جایی که فلز 20 در 20 رو گرفتیم یعنی سقفش. خب واکنش قوی تر شد و میتونیم بگیم که در حال حرکت چون یه مقدار لوپ بالاتر میاد ابعاد فلز 30 در 30 رو دستگاه تو عمق 1.5 متر با لوپ دیسکی میتونه به راحتی مشخص بکنه. در ادامه با تست این سیستم با کویل 1 در 1 همراه ما باشید. در ادامه تست دستگاه دیپ مستر ایکس 7 در خدمت شما هستیم. لوپ 1 در 1 یا کویل 1 در 1 رو بس کردیم، با همون تنظیمات دستگاه رو بالانس کردیم. ابعاد فلز علنگو طلا رو می‌خوایم در خونه اول که عمق 1 متر هست امتحان بکنیم. ببرید. کف خونه که واکنش نداره. یه مقدار بالاتر بیاریم ببینیم که عمق تقریبا 80 سانت، 75 سانت الی 80 سانت. یه فلز علنگو طلا رو با کویل 1 در 1 ما واکنش داریم. خب ابعاد فلز بزرگتر، عمق بیشتر، سقف خونه دوم ابعاد فلز 20 در 20 از جنس استیل. ثبات دستگاه رو می‌بینید دوستان که دستگاه به هیچ وجه نویز اضافه‌ای هم نداره و به محض اینکه فلز شناسایی میکنه دستگاه واکنش نشون میده. ببرین. ابعاد فلز 20 در 20. سقف خونه دوم واکنش خیلی عالی هست. کف خونه دوم واکنش ضعیف‌تر شد ولی باز واکنش نسبتاً خوبی رو داریم. خب باز ابعاد فلز بزرگتر باشه 30 در 30. سقف خونه سوم که عمق میشه 2.5 متر. واکنش نسبتاً خوبی رو داریم. ابعاد فلز هم به راحتی دستگاه میزنه. یه بار دیگه ببریم. کف خونه دیگه نمیگیره، درسته؟ بذارین کف خونه. نه، کف خونه دیگه واکنش نداریم. 40 در 40 بذارین کف خونه ببینیم واکنشش به چه شکله. قاعدتاً باید بگیریم. اوکی. خب واکنش نسبتاً ضعیفه ولی خب میتونیم بگیم که واکنش داره دیگه روی ابعاد فلز 40 در 40 و کف خونه سوم یعنی عمق 3 متر دستگاه مشخص میکنه.